و سلم حضرت فاطمه مادرمون عزیزان من به حضرت علی یعنی انشاءالله دادن و زنین دادن و فردا برای یعنی خبرگیری دخترشو فاطمه چیکار کردن؟ انشاءالله قدم رنجه کردن. وقتی که دور مدن شیشتن علی در طرف چپ رسول الله شیشت، فاطمه مادرمون در طرف راست رسول الله شیشت و رسول الله دو نصیحت به جا آوردن. گفتن علی میدانی وظیفه تو چیست؟ وظیفه تو گفتن از بیرون تامین کردن چی از خاندان است. گفت یعنی زن گفت تو میپایی، یعنی زن عزیزان من مرد میپاید. زن به نفقه تامین کردن، به خانه و به لباس و به همه چیز تامین کردن این وظیفه مرد است عزیزان من. گفتم فاطمه دخترم تو میدانی وظیفه تو چیست؟ وظیفه تو گفت یعنی در خانه خدمت کردن است. انشاءالله با جا آوردن یعنی شوهر خوب تربیه کردن. این چی است؟ یعنی گفتن انشاءالله یعنی زن وظیفش است عزیزان من. اگر مرد وظیفش داند، زن وظیفش داند، حیات همین بخت است عزیزان من. عرب ها در حق مردها چی میگن؟ مرد همون مرد است که در کوچه مرد. ببینید عرب ها چی میگن؟ مرد همان مرد است که در کوچه مرد، مردی که در خانه میمرد و نامرد است میگن. مقصد چی؟ یعنی مرد باید که پول در دستشو در بالای دیوان خارود و زنی بیچاره کوچه با کوچه پل کامد، کوچه با کوچه خدمتگاری رود، کدام شهرها رود برای خدمت. این کدام انصاف است؟ همان مرد است که انشاءالله امروز خاندانش به تامین نفقه است، خانهش نون ندارد، خانهش یعنی زنش بیچاره لباس ندارد، فرزندکاش محتاج خدا خود چیز و چاره. همین مرد است. من مرد حسابش نمیکنم. مرد همان زنی که انشاءالله خاندانش چکار کند، انشاءالله طبق وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که زندگی زن انشاءالله خدا خود مستحکم کند. پیغمبر گفتن تو یعنی چکار کن؟ یعنی شوهرش باید که زن اطاعت کند عزیزان من. وقتی که شوهر از کوچه می آید، زن انشاءالله باید چهره کشاده باید که شوهرش قبول کند عزیزان من. از دوره های خدا خواهد زنهای صحابه ها را برای شما حکایه میکنم عزیزان من. صحابه ها را زنهاش شما انشاءالله خدا خواهد بینید. وقتی که شوهرش کار می رفته است عزیزان من، بعضی زنها در آفتاب گرمای مکه و مدینه می استادیند. همسایه می دیده است می گفته است چی باعث است در این گرمی ها استادن تو زن آخی در یک سایگی نمیشینی؟ می گفته است از روی انصاف نیست که شوهر من در گرمی برای نفقه من کار کنه و خدمت کنه و من در سایه بشینم. بینید عزیزان من، چون آن زنهایی که دوستان الله و پیغمبر بودن، از الله می ترسیدن، امروز بیچاره شوهر تا بگانی کار میکند، با شب می آید گبی خوب نیست، گبی شیرین نیست در خاندان یا نمی. بسیار منها شکایت میکند. گفتی شیخ سعدی به قاضی زندان گرفتار به که در خانه بینی در ابرو گیره. مرده که میگه در خانهش خرسندی نباشد، زنش تبسم نداشته باشد، زنش باید خوبی و زیبایی قبولش نکنه.
پول ندارد خانه‌دارش میکنی 3 روز بعد میبینی که خلافت پرتافتش برفته است 5 سال و 3 سال گم است. امروز غربت جنگ جدال از چی است؟ از نبودن انشاءالله شوهرها است، از نبودن همین بچه ها است انشاءالله. خلاقت بینه نزدانی من نکنه این کار خلاقت داد. باید گفت شوهر زن اطاعت انشاءالله شوهر شکند نزدانی من. دویم گفت دخترم گفت به اجازت شوهرت از خانه یگان چیز نته، حتی صدقه نکن. اگر به اجازت شوهر صدقه کنی ثوابش گفت یعنی در نامه اعمال شوهرت میرن و گناه در تو نیسته میشود. باید انشاءالله زن چی کاری که میکند از خانه چیزی که میتید شوهرش باید خبردار باشد. شوهرش باید که عزیزان من انشاءالله خدا خواهد راضی باشد داند، چون که ملک مال از آن انشاءالله مرد است عزیزان من. ولی انشاءالله خدا خواهد چکار کنین؟ احتیاط کنین. دختران انشاءالله بگویم. و یکی دیگرش گفت باید که وقتی که شما را گفت یعنی در خیلی جاگه خوابی دعوت میکند باید که اطاعت کنین انشاءالله خدا خواهد. افسوس که امروز داخل این اطاعت ها کم شد، این خدا ترسی ها کم شد امروز. حتی کدام میگه مردی که زنش دعوت میکند که به جاگه خوابی سرکشی کند مرد ناراضی شود تا سحر فرشته ها همون زن لعنت میکنند که لعنت خدا بر تو با که امروز شوهرت از خود دور کردی و شوهرت از خود چیکار کردی یعنی جاگه تجدا کردی. بینید عزیزی من حتی پیغمبر گفتند اگر در نزد تنور باشد شوهر اراده جاگه خوابی کند زن باید اطاعت کند. اگرچه در بالای شطور باشد گفتند این کنایتا این مشقت است دشوار است. در اینجا انشاءالله یعنی حق شوهر بالا بودن و زن اطاعت کردنش اسلام برای ما شما میفرماد عزیزانی من. افسوس صدها افسوس که این بیماری تمام جمعیت ما را فرا گرفته است. اکثر جاها میشینیم اکثر آدم ها شکایت از همین چیز میکنن برای چی شو کردی آخی چی در کار از نباشن تو نشو آخی تا گرفتن هم مردی انشاءالله نه دیوال موندی نه در موندی خدا خواهد انشاءالله 15 تا تلخرک در کلکن سر کرگرد وقتی که انشاءالله میگیرد بعد گرفتن پرابلم های زندگی سر میشود. او کجا شد اون محبت کجا شد او عشق کجا شد او عشق عشق باید که تا دم مردن باشد. امروز بینیم پیرکی ها را جدا زنش جدا خودش جدا اما خانه پدر تا بزنک با پیاکت خواه با 15 تا نیویلاش بوده می پتوید بلا باد کت خواه اچت کت خواه بیچاره از همون پیری نشیرین میشود. همین پیرا کتی من ناسوبان میگم همین زن در پیری بسیار با شیرینه و در پهلت باشه میگم خود پشتکات بمالا پاچککات بمالا و کار میمالی مربع بعد انشاءالله ملک خدا خواهد بعد او گام سیاسی میشون میگن بعد او افسوس میکنیم های چکی شوهر داشتم زن داشتم و قدر در زندگی دانیم. اسلام در 3 خانه است عزیزانی من. بینید اسلام 3 خانه میفرماید. یک خانه الهیده برای زن و شوهر چون خانه تجدا نمیکنی ای کمر میترسی پل میرابسته چای خونه میکنه چای خونه نخیلی یک تان دیگه دارید گو خانه تجدا کن بزن افتراخد یک جای خانه دخترها را خانهش جدا کن بچه ها را جدا کن دختر بنو که دورمد بچه که بدازه که دورمد جاگش میگه جدا کن عزیزی من. و یک خانه برای مهمان انشاءالله خلاقت مهمانی که میآید باید خانه داشته باشد انشاءالله خلاقت با خانه انشاءالله خلاقت انشاءالله تأمین کن. من یک حکایه داری پیغمبر را برای شما میارم. یک زنی عرب میگه حیفا گفته که دختر میگه این چند حکمت دارد در زیرش من بیان میکنم همیشه این برای مردم ها مردکارم تعلقتی دارد. حیفا گفته که دختر نزد پیغمبر علیه السلام می آید
و ایمان میارد لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، میگد اسلام ایمان انشاءالله خدا خواهد بجا میارد. پیغمبر یک سوالش میکند حیفا شوهر داری یا نه؟ میگه شوهر ندارم. پیغمبر گفت بهترین زن همان زنی است که شوهر داشته باشد. عزیزان من امروز افسوس که همه کشلاک ما و شما را بسیار بیوه ها زیر کرده است، بسیار بیوه مردها زیر کرده است. عزیزان من بیاین انشاءالله یک انصاف بیاین خدا خواهد انشاءالله. خیمالش یک 80 ساله بالاست که خیلی که پیر شد آئی تا 60 ساله همه جا لاو زده دختر و بچه ها و با دخترها را شوهر گفتم میگه نمیکنم شوهر. کدام روز من دختر گفتم که آخی شوهر نمیکنی؟ میگه من مزه کرده گشتم ششتی خوردن. های چی ششتی میکنی؟ میگه کوکن میرن 4 تا لباس آورده سادم. میگه من خدمت چه کرده و اینه بینیم، این بدبختی ها بینیم. حتی بعض میدانیم بعض دختران نخل سپیسال گفتی روسا سپیسال جداش نساده در تو 3 فرزندش کتی برای علوم میگفتن. او بدبختی او بیوه بای نیاد میدانه است. بگردی پولش برار وقتی که پولش نبراری از آن کش نمیگردد. و اگر پول کتی مسئله حل میشید زن و شوهری در کار نبود. بعدی با جدا میشود و 3 روز بعد خلاقت چند خاندان رو بیرون بکنند ناانصاف، چند مردها رو تلفن میکند، خودی که باید طاقت میکند. نه ای الله این نعمت شهوت شب و روز داده است. مثل گاوری در 1 سالو مثل فیلاری در 12 سالو. نه الله سبحانه و تعالی این نعمت برای ما شما شب و روز داده است. با میگه من طاقت میکنم. من یک خاندان دلمدم یک جنجال 4 فرزند دارد. بین نظر من 4 فرزند 4 فرزند. وقتی که گفتم چیکار کنید چوها جنگ کرد داملا میگد 4 تا مخ در 4 گوشه زدگی است. نه گویاش میخواند و مر گفتم به همین میخواد آتی میخواد او فکر میکنی و شهوت تا فکر نمیکنی که فقط شهوت بیدا شد کجا میدهی با او میخواد در سرت میزدی با او میخواد فقط با میخی خودش میشه و حیات نبرار. فقط بچه که زن گرفت تو کپک هم در کار نیستی. امروز شکایت دارن زنهای بیچاره میگه بچه من زن دادم خیال کردم که با محبتش نسبتی من زیاد بشد نه بدتر شد. اینی او میخ با میخش میشه شوهر نکی دادش و خوجه دار میشه خواه یک ماند یک میاد استرای میگه میراد نکی از خودت نمون از شوهر خودت نمون. عزیزی من انشاءالله خواهری جان این فکر و اندیشه نادرست از مینت گرفته پرتا وقتی که نباشد چی شیرین می شود. عزیزی من امروز سراخت بعضی آتان در سفر هسته سفر میری خلاقت انشاءالله در 1 ماه 2 ماه هر روز تلفن میزنی به زنکت زنک جان میمونه بود میخوره بود یا زنک تلفن میزند در آبی دیده میکنن مردک یادت کردم یا نمی. این دروغ است. من به شوهر زندگی میکنم و من به زن زندگی میکنم. این دروغ است. باید انشاءالله مردها که جدا که شد زن و کیا که وفات کرد جدا شد در خاندار شد. این خیلی نیست که شما خلاقات مردان در عده نیست. عزیزی من باید زنها در 4 ماه و 10 روز عده است. مردها در عده نمی شود. عده مرد همون سهر میتواند با خاندار شود انشاءالله خلاقات با خاندار شده حیات دوام کرد انشاءالله. نکنه ای کار خدا خواهد انشاءالله. برای دنیا و پول و مال شده از شوهرک جدا نشه. چونکه خانه که به مردک است وای فیضش دیگر است وای برکاتش عزیزی من دیگر است. درازمی خانه به مردک دیگر است یا که خانه به زنک دیگر است. خانه که زن دست انشاءالله میدرای همه جاکات رفتگی شفتگی افقات تیار نم کرگی انشاءالله منتظری شما هست او زنی بیچاره. گفت دخترم گفت حیفا گفت شوهر که گفت من اختیار من محمد بر تو دادم
رسول در جواب چی گفتن؟ ای حیفا گفتن این شوهر کردن در اختیار توست. یگان کس دخترش مجبوری شوهر داده نمیتوند. اختیار انشاءالله زن دارد که شوهرش بیند انشاءالله خدا خد. اختیار دارد برادگیش، لیکن اگر دختر شما راضی شد و گفت که پدر جان کسی نه که شما من در مناسب میبینه بکنه وای اجازت خدا خد دختر است. همین حیفا گفت محمد گفت من گفت اختیار من به شما دادم کسی را که میخواه همون در من انشاءالله خدا خد چی ازدواج که میبینه. چیکار کردن بعد؟ رسول الله اعلام کردن کسی که گفت در نماز بامداد اولین شده به مسجد داخل می شود وای گفتن همین حیفا همسری هوای می شود. پگه میگه وقتی نماز بامداد میگه اولین شده صحیب رومی میگه به مسجد داخل شد. وقتی که داخل شد حیفا را دعوت کرد نزدش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت اکن گفت دخترم همین صحیب من ترا ما چکار میکنیم به شوهر میتی. گفت من راضی هستم. بینین وقتی که عقد نکاح شد حضرت صحیب گفت که من گفت انشاءالله دختر برای تو این دختر را گیرو به خانت بر. صحیب گفت یا رسول الله من خانه ندارم. خانه من گفت این مسجد است. این در مسجد گفت من خواب میروم. ولی ما شما یک حکمت است که در اینجا من برای چی موضوع برداشتم. ولی بعض خدا خواهد یعنی آیلایی که فقط دختر داشته است التماس میکرد که بچم همین خانه منم خانه تو بیا زندگی کو. ما نفرت میکردیم ما آریت میکردیم گویا که ما چی هستیم زن ترس هستیم. گویا که ما از زن نفقش خوردیم خانه زن سایل شدیم. این صحیب ببین گفت که من خانه ندارم. حضرت زن گفت که میگه ای گفت رسول الله من خانه دارم. صحیب گفت من به خانه میبرم. بینید رسول الله گفت که بگید گفت صحیب یک توی کداخی یک ولیمه کن. ولیمه کردن سنت است عزیزان من. گفت شب ماخی ضیافتی ترا بخوریم. صحیب گفت که یا رسول الله من گفت در این مسجد اقامت میکنم کسی یک نون میتر یک بریده میتر میخورم جا ندارم. حیفا گفت که من خانه دارم من مال دارم. زنی مالدار و بای بود میگرد گفت که اینا من به خانه میبرم. گفت رسول الله بیگانی گفت خانه ماره گفت من ضیافت میتیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم بگاه و دیگه که نماز شام صحابه را گرفتند خانه صحیب رفتند و ضیافت خوردند و در حق انشاءالله خدا خواهد صحیب حیفا دعا کردند. همین سنت است عزیزان من. هر کسی که به این ولیمه داخل می شود همین دعا را میگه در یعنی داماد و عروس باید بکند. بارک الله لك و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر. هر یک فرد که به این خاندان تشریف میاری این دعای پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم است که باید که انشاءالله در حق داماد و عروس دعای خوب کتی از اینجا خدا خد برمده روی. بعد نگه شب شد نگه عزیزان من اولین شب بهترین است برای داماد و عروس. شب انشاءالله خوبترین شب است. شب انشاءالله بهترین نعمت وصال رسیدن دو جوان است. صحیب چی گفت میگه حیفا گفت خدا مرا برای تو نعمت کرده داد مرا برای تو نعمت کرده داد بیا کن همین شب و طاعت عبادت گذرونیم. حالی جوانای ما شما شبا را با چی میگذرونه با همین تگ چادر دورمد موزیکه رو بمونده با تگ چادر من بعد تلقه کبیش 300 گرم با میزده ایوه چی بریم بده جیندی بریم و بجایی که خدا خواهد انشاءالله طبقی مذهب امام اعظم ثابت پدر امام اعظم میگه بیانی همسرش خدا مناسب دید همون زنی خوبه
میگه 2 رکعت نماز شکرانه خوندن که الحمدلله که خدا منت نعمت کرده داد، تو را من نعمت کرده داد. بجای میگه اینا رقص و بازی تلخ فروغ نه، از شیطان دعا میکنن. شیطانی ملعون میگه کسی که از بعدی من پناه نطلبد و بدنش یک جای شود، اول من میگه با زنی به خواب میرم. فرزندی که از شیطان میشود و شیطان خدا قرآن گفتگی است ما شیطان برای شما در خوردن و در جما کردنم یک جایه کردیم. وقتی که وی از وی فرزند میشود چی میشود؟ بنده تیراریست میشود، به بسم الله میشود. فرزندی اطاعت کار نمیشود، از خوریش ویرون کار میشود. شما میخواهید که انشاءالله خدا خط با دعا میکنن یک بچه که خدا خط خوبش بتین، یک دختره که خوبش بتین. نه که بچه و دختره دادن در اذن الله است، لیکن سببگارش همه بچه و دخترش اگر پاک باشند پاک میگیرن، ناپاک باشند ناپاک میگیرن. عزیزی من، وقتی که نگات صحیب کتی نگات حیفا با تا سحر طاعت عبادت کردن. بینید وقتی که سحر میگد با نماز بامداد اومد، حضرت جبریل امین رسید میگد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت ای محمد، گفت میدانی، گفت الله سبحانه و تعالی گناه های صحیب کتی حیفا را بخشید. گناهش برای چی گفت بخشیدش؟ گفت همین شبه در طاعت عبادت الهی صبر کردن، طاقت کردن و تا روز فرمان الله به جا آوردن. گفت از جانب خدا برای صحیب کتی حیوا پدرکه است. گفت پدرکه چی است؟ گفت خدا هر چه گناهش گفت گذشت. بینید صحیب میگه در نماز بامداد اومد اشتراک کرد. پیغمبر گفتن صحیب جان اینجا بیا، چی عمل کردی که الله سبحانه و تعالی گناه تو را امشب روز مغفرت کرده است، از جانب خدا برای تو پدرکه اومده است؟ گفت همین شب و طاعت عبادت روز کردی.